بالا بری یا پایین بیاری، جامعه ای را اصلا بالاترش قرآن پهن کنی. مادام که توی اون جامعه در یک سو گرسنه بیچاره از سرما به لرز وجود دارد و در سوی دیگر متنعمان برخوردار از همه چیز، این جامعه لجنه. تمام چهرش رو با قرآن بپوشون، لجنه. آیا کسی در دنیا منتظر این نشینه که ببینه این جامعه قرآنی یا انجیلی یا توراتی یا بودایی یا اوستایی یا مائیسته؟ نگاه میکنه اگه در جامعه همه انسان‌ها بهشون به چشم انسان نگاه میشه، ضرورت‌های زندگی اونها تامین میشه، جامعه دیگر انسان‌هایی بهشون به عنوان انسان نگاه نمیشه، احتیاجات اونها بی‌ارزشه. یک طرف شهرش خیابوناش گلکاری داره، طرف دیگرش چندین سال چاله‌چوله‌هاش تبدیل شده به دره و ماهو. این جامعه هر برچسبی میخواد